میترسد. همیشه همینطور با کمی ترس وارد می شود و مادرش هم مجبور است پایش را از روی لبه چاه جدا کند. کمتر از 7 سال دارد و باید به داخل چاه قنات برود. آب قنات همیشه سرد است و او باید برای مدتی همینطور پایین بماند تا همه سطل‌ها و دبه‌هایی که مادرش میفرستد را از آب پر کند. دبه‌ها معمولاً وقتی از آب پر میشوند بسیار سنگین هستند، مثل همین دبه که کودک به سختی آن را بلند می کند تا به دست مادرش برساند. وضعیت آب اصلا خوب نیست. هم گلالود است و هم ماهیان و قورباغه ها در آن شنا می کنند. اهالی این روستا که در نزدیکی شهرستان فنوش در جنوب سیستان و بلوچستان است، هم از این آب میخورند و هم با آن شستشو میکنند. این قنات تنها داراییشان است و اگر روزی خشک شود همه اهالی روستا تشنه میمانند. حالا نوبت به آخرین دبه رسیده. نه تنها برای کودک سنگین است که مادر هم نمیتواند آن را بالا بکشد و رها می شود. خیلی وقتها این دبه ها به سر کودک برخورد می کنند و به او آسیب می زنند. اما این بار این کودک خوششانسی آورد و دبه روی سرش نیفتاد. هرچند فردا هم باید دوباره به داخل چاه برود و معلوم نیست که چقدر خوششانس خواهد بود. البته معلوم نیست به مرور زمان خوردن این آب چقدر برایش خوششانسی می‌آورد. این آبو میجوشونید یا کاری میکنید بعد قبل از خوردن؟ نه جوشینه. چیکار میکنید؟ همینطوری مصرف میکنید؟ بله. مریض نمیشین؟ مریض هم به زیر کننده. یخ میزنه که تو زمستون بچه رو میخوره.